یا نه؟ یه عجیب شده روزگار. آخ خوب هستی شما؟ منی؟ با تو هم دارم صحبت میکنم. کسی هست مایی؟ خوب هستی؟ خواهش میکنم. من خوبم. میشناسی منو؟ باید من یه بشناسم. قطعا باید بشناسی که نه دیگه ربطی نداره که من میام یه دفعه میشناسم برمیدارم میبرم. در این حد میشه شدنی زیاد است. حالا شدنی میشه مثلا مثل شما من میشیم شدنی هم. گرفتی چی گفتم؟ نخند، درکش کن، به مطلب برس. چیو درک کنم؟ زندگی بین من و خودتو. مگه بین من تو چیزی هم هست؟ چیزی باشه نباشه یه دفعه پیدا میکنه. چیو میخوای پیدا کنم؟ زندگی بین خودم و خودت. ببین قلب میدونی چیه؟ خب قطعا میدونی چیه. آره. خب قلب من تو بیاد کنار هم میشه چی؟ قلب من قلب تو. نه دیگه قلب تو قلب. گرفتی؟ قلبت بیاد تو قلب من میشه قلبم تو قلبت. گرفتی؟ زبون درازم هست؟ زبونم دراز نیست. چرا هستش دیگه؟ نه اصلا اینطور نیست. ببین باید فرق بین زبون و زبون رو بفهمی. الان می‌بینی فرق بین من و تو چیه؟ چیه؟ تو مو رو می‌بینی من پیچشمو. من پیچش توی تو دیدم. پیچش اینه که ما پیچ خوردن اصلا اومده اینجا نشستی، اینجا پیچ خوردی نشستی. کلا ببین همه چی در یه گوشت خاموش کن. می‌خوام مسائل خیلی مهمی باید در میون بذارم. بگم؟ نمیگم که تو گوشت. باش. فکر کرده اینجا شرط هرته. شرط هرته دیگه. اومدی اینجا نشستی. تو اومدی اینجا نشستی؟ من از اول اینجا دیده بودم آدم نشستم. حالا ولش کن مهم نیست. گوشت بذار که صحبت کنیم. خب بگو. چند سالته؟ من؟ آره 18. 18. خوب سنی داری. خوبی یا یعنی 18 به قشنگ میخوره 18 باشه. من فکر کردم 23 سالته بابا. خوب موندی یا واقعا. آره. این وریشو نیم نخو این وری تو این وریشو. واه. نیم نخو نگاه. منو مسخره من اصلا بهت میخوره که مسخره باشی که من مسخرت کنم. به خودت ایمان نداری که مسخره نیستی. پس نگو مسخره‌ام میکنی. آفرین. بعد نکته خیلی مهمی رو خواستم با در میون بذارم. بگم؟ میگم. از اون ور داشتم میومدم. خب از اون ور داشتم میومدم. از یه جا میومدم. تو چیکار داری؟ از کجا میومدم؟ داشتم میومدم و یه لحظه تو رو دیدم. تو رو که دیدم چشم بهت خورد. این همه دختر اینجا فقط من. یکی اول با تو کشم بعد برم اون سمت دیگه. باشه اذیت می‌کنی. خب یکی. چقدر پرویی. بالاخره به یکی دو تا سه تا قانع نباشی دیگه. درمثلا میگه یکی کمه. دو تا چیه بلدی؟ چی؟ سه تا خاطر جمع آفرین. حال کردی با تو چی بود یاریه بگو یکی آره با تو کم میشه. دو نفر میکنم میشه غم. آره سومی که خاطر جمع میکنم همه چیو دیگه. یه روز میام بابا اسکل نکن دیگه. بود مؤدب صحبت کن. ما به خانم با شخصیت نشون میخوره اینقدر بی ادب باشه بی تربیت باشه. نه واقعا میخوره. نمیخوره دیگه. خانم بودم الان تو بچه‌م اینجا باشه. در این حد یعنی؟ آره دیگه. من الان دختر بچه‌م. دختر بچه 18 سالته؟ آره. دختر بچه به مثلا 15 سال 14 ساله میگه. من دل ندارم. دل بس بس دیگه کودک درونم خیلی هم فعال. آفرین بچه کی بودی تو؟ اونجوری باشه که برم چیز کنم دیگه. مهد کودک بذارم صبح. تو رو صبح میفرستم مهد کودک. اون دومی رو میارم. آبجی کوچیکتو بزن. آبجی ندارم. نداری؟ داشته باشم به تو ربط ندارم. حالا هر کی. به من ربط خوب باشه به من ربط. به تو ربط حالا بعدم پیدا میکنم. الان ربطی نداره که الان آشنا شدیم که ربط پیدا کنیم. ربط که زیاد داره. همه چی من به تو ربط پیدا میکنم. به درونت، به وجودت، به وجود بودنت. حال کردی جمله رو؟ نداشتی جمله رو. من هر کی نمیگم. این فقط مخصوص خودت. آره. فکر کنم شب تو آب نمک خوابیدی انقدر. نه خیر من تو حال میخوابم. اصلا حال میخوابم با حال میشم. ولی خب من با اتاق بیشتر حال. اتاق میریم تو اتاق میخوابیم. والله به خود این دیگه با اینو گفتی دیگه من بذار بیام پایین بشینم دیگه. اصلا خیالم راحت شد ازت. بریم تو اتاق میریم. چیز دارم یه دونه کفتر دارم. خب حرف میزنه شاید باور نکنی. ناموسن خدایی آره. دروغ نگی. نه دروغ احساس ببینم خرگوش تو. احساس میکنم داری دروغ میگی. نه خیرم خودت دروغ میگی.
عکسشو ندارم. بیا دیدی دروغ گفت. الان کفترمو نشونت بدم. الان پیدا نمی‌کنم. بعداً تو بف- عکسشو نشون من بده. بعداً نشونت میدم. اگه اینجوری شد تو هم بعداً نشون دادی من بیا خونم رو پایین ببین دیگه واسه اصلا تو عکس بخونم و اینو ببین. ناموسم میذاری بیام. بیام کی بیام. بیا دیگه همین الان بیا. همین الان بریم. آره ساعت بیا. خالیه خونه. نه اون اینا هستن. اوپن قشنگ همه چی ردیف. ما گیر نمیدم. مثلا بگین کی نه، آوردی. بده. مثلا بگین کی آوردی. آره. در این حد آره دیگه نهایتا این نمیره با مانم آشنا میشه. تو کجا بودی؟ من باید تو رو تازه زودتر از اینا پیدا میکردم. از در این حد یعنی شب میمونم من بیام شام اینا رو میخورم. شبم اتاقم میخوام. میخوای بیا میخوای نه یا فرق نمیکنه. تموم شد رفت. زندگی بکام عین کی؟ عین دیوید بکام. در این حد. نه خوش آمد. تو رو باید من زودتر پیدا میکردم. کجا بودی؟ خونم. چرا زودتر از این نمیومدی بیرون؟ خونتون کجاست؟ یه جا. خب من که میخوام بیام باید بدونم کجاست. خب بگو آدرس بده من بیام. کدوم سمته بگو. همین سمتی هست. چقدر راه پیاده میتونیم بریم؟ هم پیاده میشه رفت. فرق نمیکنه بس. میریم ماشین سوار چی میریم. بس شبم میام. چی بلده مامان درست کنه؟ خودت غذا درست کنی یا مامان درست کنه؟ من ناهار امروز من گذاشتم. نه بابا دست خوش. به من نگاه کن تسلطمون با هم در یک جا باشه. چی شد؟ بابا چی؟ الان دلم گرفت آخه عیب بابا. من زودتر باید تو رو پیدا میکردم. خدا وکیلی. نه 100 تومن نیست. به تو باید 200 تومن بدم. بابا 100 تومن کمه. 200 هم کمه. میخوای کارت بکشم؟ کارت میکشم واسه. نه کارت هم میکشم واسه. بعد گل بده. چیکار کنی دختر خوبی باشی. مگه تا الان بد بودم؟ نه خوب اشکال نری خونه رو خالی که مثلا ما یکی دیگه بیام. من چقدر پرویی بابا الان ما تفاهم رسیدیم دیگه. الان مگه به تفاهم نرسیدیم که به تفاهم یکی کمه 2 تا غمه 3 تا خاطر جمعه؟ نه خیرم نمیشه اینجوری. با رفیقم میام. با رفیقت بیا چیکار؟ میام خونه میشیدیم دیگه. آره بیا منم رفیقم. تموم شد رفت. میگم تو رو باید من زودتر واسه بچه‌ها زنگ بزنم بیام بگم که پیدا کردم دیگه. چی زنگ بزنی؟ بچه‌ها میگم میان با هم میریم دیگه شب. چه کیه؟ رفیقام. بعد مشکلی نداری که مثلا رفیقم بخواد یه دختر مثلا بیاره اونجا بیاد مثلا شبم بمونه؟ چرا مشکل داره؟ مشکل داری؟ چه مشکل داری؟ چرا بابام میاد خونه؟ بیاد باباتم میشینه اونجا حال صفاشو میکنه دیگه میشینی با هم. نمیشه که. چرا نمیشه؟ بابات اوکی نی؟ نه بابام اوکی نی. نره بابا تو موقعی که اومد ما از پنجره میپریم بیرون مثلا. میشه دیگه یه وایسا. راه دارم. تموم شد. ببین معلومه خونه رو هم قلافی درست کردید یه جا بری ببین ای شیطون. بریم خونه شما دیگه. با خونه ما چیکار داری؟ آره. نه خب شاید یه موقعی اوکی کنیم بیایم خونه شما. چیکار کنی؟ بیایم خونه شما. خونه ما بیای؟ آره. خونه ما هنوز قفله باز نشده. بیا شماره رو زدم. چیز کن دیگه بعدن تک بنداز. الان تک نزن. خب این خطم الان شم نیست. بعدن تک بزن. من رفتم نیم ساعت یه گوشی میرسه دستم. رفتم تک بنداز. چه اوکی تو کشش میکنیم دیگه بریم که داشته باش. شبم بس خونه شما بریم دیگه. شب به صرف شام دیگه. به صرف شام خودت درست میکنی؟ چی؟ مشروب برام. نه دیگه اونجوری نکن. الان شب میام اونجا. امتحان داشتی میکردی؟ آفرین. ببین امتحان الانم پاس کردم. نه دیگه شب بیا اونا رو بذاری وسط دیگه اونجوری داستان شه بعدش بعدش میاد دوباره داستان میشه. ما بیا جمع کن منو. نمیشه. آره من میرم. خب شب هماهنگ میشم باهات میام دیگه. لای در باز بزن. لای در رفتی خونه باز. آها در اون حد یعنی لا در اینا. میگم تو رو باید زودتر بدم. من بشینم مشکل. به از الانم که راحت و خیلی عالی. کارتون میکنه نمیشه. اوکی. راحت باشید. چه هوای خوبیه؟ هوا پاییز و برق و 2 نفره و از این حرف. بله. کارتون انجام میکنه نمیشه. هوا 2 نفر است نه؟ برای بعضی خب 2 نفر است. نه کارتون انجامش میکنه. دارم میافتم مشکل نه خورده بیام این بعد. من فاصله همیشه رعایت میکنم. یه ذره بیام.
همین که همیشه رعایت میکنم این نیستش که همیشه میرم میشینم کنار یه نفر بله هم کلا رعایته. آره آفرین. من همیشه یه بطری دارم میذارم این وسط اینجور الان همراهم نیستش کارتون انجام میشه. ولی چه هوای خوبیه جدی هوا 2 نفره آره دل خیلی خوبه. تو دلی قشنگ بله. چشایی دارید واقعا تعریف ها بس چیزی ندارم ممنون هستی. همیشه تعریف میکنم این که میگم همیشه تعریف میکنم دلیل نمیشه میرم پیش یه نفر میشینم و میدونی چیه مثلا من تعریف میکنم ازت بله بله. اون کشه بستید بله کشه. احساس نمیکنی یه چی کم داری تو نه نه کارت انجام اصلا هم قصد مزاحمت ندارم ها مشخصه. آره اصلا چیزی هست تو گوشی ربطی داره؟ نه اگه زیاد بریم داخلش ربط داره چه داخلی؟ داخل گوشی بری زیاد به منم ربط پیدا میکنه فکر نمی‌کنم ربط داشته باشه. چرا؟ اصلا ربط نداره به کسی. ناموسا؟ نه. آفرین شیطون بر ولی هوا خیلی خوبه این هوا ببینید چی میچسبه الان چی؟ حدس بزن اصلا هم قصد مزاحمت ندارم ها مشخصه. خواهش میکنم اگه گفتی چی میچسبه هیچی نمیچسبه. 3 دقیقه وایسا ببین منو دیدمت چه چشایی داشت اصلا هم قصد مزاحمت ندارم قصد مزاحمت نداشتی نمیشستی. نشستم صحبت کنیم قشنگ هوا 2 نفره پای این برق رو نگاه کن تو خب نه تو هم دستتو بذاری کنارش عکس بگیریم همین الان استوری کنم من نمیخواد. منو همسرم یهویی چی؟ همسرم؟ رلم رلت؟ دوستم چه دوستی؟ چه دوستی؟ رفیقم کسی که میاد میشینه کنار من چه دوستیه؟ دوست شدیم دیگه اصلا دوست تعریف نشدیم. کردی از من گفتی موهات فر نه قشنگ خیر بهت فقط میاد گفتم بهت میاد که ساکت چی. نه خیر اصلا اینطور نیست من تو چشات تعریف خوندم از تو دلت هم الان داریم چه پسر خوبیه من چجوری شماره اینو بگیرم تو دارم میام بزنمت. نه زن تو رو دلت میاد این از من نگیری الان آره دلم بهت نگیرم اصلا میندازم زمین بعدم اومد از الان میخوای اینجوری کنی اصلا ما هم کنار نمیاییم ها کنار چه کناری؟ کنار با هم میریم کنار وای میستیم دیگه بابا این تو اینم نمیدونی؟ پا میشی بریم؟ نه باید باشی 5 دقیقه دیگه میرم بشم استراحت کنم خیلی راه رفتم تو پا نشی من پا میشم تا 5 دقیقه دیگه میام بیکار خب تو کارت انجام من اصلا کاری ندارم اگه ساکت اوکی. چی من کارمو انجام میدم انجام میدم مثلا میرم تو گوشی اوکی نگاه کن یه دقیقه نگاه کن بگو دارم میرم تو گوشی برو ببین نگاه میکنی هی تو دلت سر تو گوشیمه من تو گوشی تو چیکار دارم بابر مثلا این بر نگاه میکنم میدونی فرق بین من و تو چیه؟ اگه گفتی بگو تو مو رو میبینی من پیچشمو حال کردی ناموسن جمله رو این گربه ها رو نگاه این گربه اینا چی صدا میکنن گربه ها رو گربه بیا تو رو دید رفت از صبح من میام اینجا میشینم اسمه حالا بذار توضیح بدم بعد بگم من همیشه میام اینجا میشینم گربه ها میام پیشم من گربه میکنم سری میاد الان تو رو دید رفت تو اومدی اینجا نشستی ببین وایستاده اونجا میگه این بره من میام تو پاشو برو پیشش بیا دون داری دون بپاشم بیاد گربه دون میخوره گوشت داری گوشت دست من گوشت میبینی؟ آفرین دیدم باز کردم میگم چه خبر سلامتی میخوای پاشی بری؟ من پا میشم 2 دقیقه دیگه میرم 2 دقیقه فازت چیه؟
فازمتر بذار من برم سر اصل مطلب باشه؟ بگو باشه میشه یه گوشتو جمع کنی؟ نه نمیشه تو رو خدا بفرمایید خدا رو آوردم مثلا بفرمایید خدای من شاهد است بفرمایید میشنوم به نام خدا مهدی هستم آقا مهدی همه صدا میکنن تکرار کن میفرمایید حرفتون رو میگید بگو خب آقا مهدی خب بفرمایید خوشم ببین من از اون داشتم رد میشدم از اون بالا داشتم میومدم رفتم یه نفر اینجا نشسته بعد یه لحظه که دیدمه دست خودم نبودا قلبم خودش اینجوری کشون من آورد اینجا قلبت بیجا بس چی از این بیجا میکنی بیا اینا قلبتو بشکنم چه دلت میاد بشکنی آخه بیا قلبمو شکوندی حالا میخوای یه کاری کنیم یه حرکتی بزنیم هیچ تو یه کاری کن شماره رو بزن تو شماره رو بزن نه شماره یه جا رو میخوام بهت بدم بابا نمیخواد شماره دفترم میخوام بهت بدم دفتر دارم ممنون بفرمایید شما اومدین اینجا نشستید من دوستم میخواد بیاد دوستت بیاد کاری ندارم با دوستت دختر یا پسر به شما ربط داره آره فکر نمی‌کنم اصلا ربط داره همه چی ربط تو الان شد تا یه دقیقه اینو گوش کن بعد من برم تو الان شدی زن زندگی من دوست داشتی جمله رو خیلی فکر کردم این جمله زن زندگی من میشه حالا شماره منو بزنی زن زندگی من نه گمشم یعنی چی این حرفا زن زندگی نمیخوام باشو برو آقا من بشم مرد زندگی نه خیر پاشو برو آروم باش اصلا هم آروم نیستم من نشستی اینجا چرت و پرت میگی یکم آروم‌تر بهت نمیخواد اومدی گفتی میشینم ساکتی بهت نمیخواد الان هی داری حرف بزنی بذار نور بندازم تو چشت نکن تمام از علاقه زیاده میدونم انقدر علاقت زیاده نسبت به من هی داد میزنی مثلا واقعا خیلی خوبه این علاقت رو دوست دارم علاقه چیو؟ همین که داد میزنی الان کارتو به زدن بزنی که اصلا انگار دوست داری پاشو به خدا میزنم خب بذار من یک موضوعی بهت بگم برم من اصلا قصد مزاحمت نداشتم میدونی که خودت منو خوب میشناسی تو همین 5 دقیقه خوب شناختی منو نشناختی؟ من شناختم خیلی پر حرفی ناموسن؟ میدونی چیه؟ فرق بین من و تو مو رو میگم بابا پاشو برو دیگه باش یه آروم باش خب یکم آروم صحبت کن چرا نمیذاری باش آروم صحبت کن پاشو برو دوست داری در مورد چی صحبت کنی آروم باش بابا میگم پاشو برو دوستم میخواد بیاد دوستت الان میاد دوستت هم برمی‌داریم میریم با هم نه نمیخواد میگم پاشو برو بریم دوستت هم میاد برش می‌داریم میریم دیگه میریم دور میزنیم چرخ فلان بیشتر حال میکنیم بابا نمیخوام پاشو برو پاشو همون مسیری که اومدی برو برم یه چی بگم برم بگو نمیگم که تا پاشو برو اصلا خوشم نیومد میشه پاشو ما داشتیم دور مخفی زد میکردیم اسکله بگردی مغز من اینجا خوردی ببخشید معذرت ببخشید ببین پشتتون از نمای پشت داریم میگیرون گل سراتون میخواست بیفته بابا ایسکات کردم 2 سانتی ببخشید واقعا نه بشین دوربینمون داشت چرا انقدر عصبانی بودی تو؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ نه خیر کمکت کنم حل شه اوکی نه من اینقدر پر حرف نیستم خیلی آره یه لایک اگه نشون یه رضایت پخش بکنید متشکرم میشم ببین اینجوری کنی الله دم شما گرم ببخشید وقتتون گرفتم بفهمید من میرم الان میام پیشت کارت دارم برو